سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. توی ویدیوی قبلی که بنده 4-3 ایشونو سوراخ کردم قرار شد که ویدیوی بعدی UFC باشه. بله. و ببینید تو UFC تو راند اول قول میدم به همتون برو بابا بچه خوشیه ناکاوتش کنم. برو بابا. قراره 5 دست UFC بازی کنیم، چون میدونی که UFC خیلی مثلا امکان این که ناکاوت بشن حریفا زیاده، یعنی زودتر ناکاوت میشن. فعلا با ما همراه باشید تا بریم توی UFC کی میتونه برنده باشه. فعلا بزن بریم. من حبیب میخواد باشه. اینا خب همینجا. خب ببین من اینو برداشتم. حبیب تو برمیداره. من جناب آقای داریوشو برمیدارم، یه ایرانی اصیل. نه ایشونو بر نمیدارم، یکم 4 ستاره است. کانر بیتشون پایینه. کانر هم بر نمیدارم، کانر کوزه کن. پس میخوای کی برده؟ آرمان خانو برمیدارم، میزنم حبیبو مالدنشو میرم به چشاش. بزن بریم. حالا میبینی سیسبک شورت تو به انتخاب کن ببین. شورت من سفیدم. طلایی داره. من شورت، من فقط سفید. خب باشه. من قرمز برمیدارم که اگر خون اومد معلوم نباشه. آرمان جونو برداشتم، ایشونم حبیب نور محمدوف، قهرمان جدید UFC هم معلوم شد. جناب آقای حمزت چیمائف اگه اشتباه نکنم. بریم ببینیم که قرار چی در انتظار ماست. ببینم میتونم به قولی که اول ویدیو دارم عمل کنم یا نه. با یه UFC کار 4.5 ستاره میخوام یه 5 ستاره رو ناکاوت کنم. ببینیم که خدا میتونه با ما همراه باشه. در داغستان بزرگ شده و سلطانه. داغستان کجاست دوست من؟ روسیه. داغستان اصلا مرکز رزمی و اینا داغستان، اگه درست گفته باشم تمریناش تو داغستانه. ویدیوشو میذارم الان. ما اینجاشو رد میکنیم، اینجاش مهم نیست، کلا رد میکنیم بره. اصلش مبارزه است. ببینیم کی میتونه کی رو شکست بده. آرمان در مقابل حبیب نور محمدو. 35 سالشه حبیب. بریم مسابقه شما با اون خانومایی که اون پشت اصلا نگاه نکن، دقت نکن، اصلا مهمه مگه. خب بیا اینجا. بله گاردو میگیریم بالا. اگه دقت کنین پشت سر آرمان جون یه قلب شکسته است. ببین چی بود این؟ اصلا من یادم رفته این دکمه‌اش داداشم. ما دوتامون تو UFC نوب سگیم. زبده رو دایره کمون، لگدا رو میزدن، مثلث و مربع مشت. آردو هم گاردو میگیره. ای ماشاءالله ای جانم. بیا بلند شو بیا فیلم بابا بیا. هرچی در دستم دارم میزنم که فوق کنه. آی یا بزن ماشاءالله. یه لغت زد بیا. بزن. لگت زد به ما. نفهمیدیم دیگه چی شد. باش شکست بکنم حبیب. وای جانم آرمان. ای ماشاءالله. حقا که توی خون ایرانیه. ایشالله. یه اچیومنت هم گرفتیم. بله مدال برنز داد. ای ما آرمان جان. وای اشته قدرتی معروفه. خب مداور مبارزه رو نگه داشت. الان دوباره شروع داد. شروع کرد. ده خدا الان تو قبر میاد بیرون. سر صورتشو میکشه اونور آرمان جان که نخوره مشت. آی وای بیا. آی جانم. چی میزنی اینا رو؟ آی جانم. نزن. همون قولی که بهتون داده بودم قبول نیست به خدا. اصلا یادم نیست اینا رو. ناکاوتش کردم. اصلا من این حرکات رو اصلا یادم نیست که بهونه است. اصلا این دستای تو، این ببین دسته توه. ببین لنگو اینجوری اوورد هوا گذاشت اینجا. یک بار دیگه اینو شروع میکنی. لا ببین اصلا 180 رو هوا واسه اینجوری زده بودن دیگه همونجا. اینجوری زده بودیم. چرا پس کلاش اینجوریه؟
قلب شکسته است گفتم تو ویدیو. ببین یه جوری زدمش زبون بسته نفهمید از کجا داره میخوره. حد کن بره. خب این دور که ما برنده شدیم، دست اول ما برنده شدم، بریم واسه دست دوم. این دفعه توی این همین دست وزنیه، نمیدونم چی خروس وزن اینا داره، من خیلی بلد نیستم. من همین قهرمان جدید UFC جناب آقای حمزه چیمائف رو برمیدارم. برو ببینیم تا کانر رو بردار. برو با کانر من دوست ندارم. باشه یه نفر دیگه رو برمیدارم. بروس علی قفله. جناب آقای بروس علی قفلن و نمیشه. همین کانر رو بردار بابا، میزنم لرد میکنم. شورت سبز هم بهش خیلی داغ پشتن و نینجا. بریم ببینیم دست دوم کی میبره. رد کن همه اینا رو دوستان رد میکنیم، فقط مبارزه است. بله من دوباره هم تکرار میکنم با اون خانومای اون پشت اصلا اهمیت ندید. سانسور چی درست میکنه؟ بنده خودم صدا سیما کار میکنم این مدت. سلطان سانسورهای خاورمیانه دور و نزدیک. آی جانم یا حد بلندی که این جناب آقای حمزه چیمائف دارن، یه لگدایی میزنن که آدم نمیفهم از کجا داره میخوره. یه دونه میزنم تو صورتت پرپر شدی. داداشم گارد تو بگیر بالا تا نزدم لیت کنم. نمیخوام گارد میخوام. من بهتیم خودم گارد بزنم. وای غلط کردم. سیشتیر گارد تو بگیر بینی بابا. تو گارد سیشتیر رو تو میزنم همیالا. دکمه سیشتیر تو میزنم. سیشتیرشو میزنم. این دست قول ندارم تو راند اول میبرم. همه کلیدا رو با هم بزنی کار نمیکنه دوستان. حالا معلوم میشه. حالا ببین نکن میزنم تو دلت و پایین ترش. پایین ترشو نزن. ما رو از بچه باشدن هم داشت که قراره ایشالا بیا الان خانومی قول داده 6-7 تا ایشالا در آینده مگه مهد هیچی برشون نجات پرستی نباشه. اینجا دوباره لگد رو میبینی همین لینک تو حلقه، لینک تو دهنه، بزن یکی دیگه. چرا لگده های پیاپی که اچھا این پشت میبینید پرایم هستش. آیس پاپه. این پرایم آیس پاپ بنده خوردم چوسی نباشه. اگر دوست دارید ما ویدیو درباره پرایم هم بگیریم با بودجه 10 میلیون یورو. بله جدی اگر دوست داشتین با حمایتاتون به ما بگید که دورش میکنیم. بله مشتاق قدرتی که دارم اوهای به سر و صورت روانه میکنم. استامینا تو ببین داداشم. اون استامینا فیلم بخور خودت. اون استامینا که پایین باشه یه مشت میزنن ناکاوت میشی. مشت میزنم. ببین از این حرکت ها اینطوری چی کار کرد؟ کانر پشتشو میکنه به این بازیکن. پشت تو کردی بر من. وای حالی میده این حروم لقمه. سر شکست سر کچلش بیاد سنگ صخره دور من. اگه میخواین دوستان، اگه میخواین چی بود خود، اگه میخواین کشتی کجم بازی کنیم بهمون بگید که کاراشو بکنیم. انشالله کشتی کجم بزنیم اونجا ببینیم رئیس کیه. و ناکاوت دوباره توی راند اول. همه شانسیه. ناکاوت تمیز. ببینیم چی شد. دوباره ببینیم صحنه رو از کارگردان عظیمون خواهش میکنیم که لحظه رو دوباره ببینیم. صحنه رو داشته باشیم. یه لگد توی فک کانر من گرفت. پامو بخور. بعد زیر فکش یه جوری که دیگه آب دهنش در اومد. وای عضلاتش نمیتونست بلند شه. ناکاوت تمیز. من اصلا کانر رو دوست ندارم. کانر رو دوست نداری؟ بیا همون حبیب خودتو بردار. حبیب ور میدارم. اصلا سوم اگه برد یه دست دیگه هم میزنی مساوی میشه. بعد دوباره یه دست دیگه هم میزنی. دلش خوش باشه. فیشو دلم خوش باشه. هم دست بعدی به خدا میبرم. خب دوستان اومدیم با انتخاب بازیکن مبارزه‌گر
مبارزه گرم. من داریوش خان رو برمیدارم، یکی دیگه از فایترهای ایرانی که ما داریم توی رشته UFC. UFC که نه MMA انشاءالله بابا اسلام رو برنه حبیب خودتو برداره یه مردی. نه خیر. بله باشه نمیخوام مثلا الله میخوام همشون رو مثلا بر ندارم، خودم مثلا بر نداشتی. انشالله که مسابقه ما هم تو همچین جایی نباشه. من دوستان تو قفس مسابقه بدم. قفس که باید تو قفس باشیم، مثلا بوکس نیست تو قفس، تو رینگ خود رینگه. این قفس به معنای واقعی. یه فایتر ایرانی در مقابله یه فایتر روسی اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباه وای اینو شات میشه این استامینامون تا حد مرگ پایینه. وای بابا یه فرصت بده. یا من دیگه فرصت حالیم نیست. وای بده محمد علی کله کلی. وای چه مشتی زد، چه عجب مشت خفنی زد. باید صبر کنیم تا داور دوباره اجازه مسابقه رو بده و شروع کنیم. چه جفتی دادی. یعنی لگدای پی در پی. خب دوستان نمیدونم چه اتفاقی افتاد که این جناب آقای PS5 ما رو از بازی انداخت بیرون. بنده داشتم میبردم، داشتم ایشونو ناکات میکردم. بچه مثل که امروز کلا PS5 و سونی با ما مشکل داره، چون که اصلا آخرای FC هم دیدین شما، ندیدین البته، اصلا رکورد نشد. کلا داره ما رو اذیت میکنه. حالا دوباره بازی میکنیم. این دست فیناله. درسته دو دست قبلش من بردم، اونا دستگرمی بود. این دست فیناله، هر کی ببره برنده است. من همینو دارم آقای اسلام. من با آقای چارلز اولیویر ولش کن اصلا دارید میبینید اسمشو. حالا چارلز اولیویرا دیگه خودتون ببینید. کاش من تونی فرگوسن رو میتونستم بردارم، ولی ولش کن. مایک تایسون و محمد علی کلی هم هستن توی UFC 5، ولی قفلن و نمیدونم چطوری باید بازشون کرد. اگه شما میدونید لطفا تو کامنت ها بگید و ما رو راهنمایی کنید. همچنین بروسلی و لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. همین الان ویدیو رو استاپ کن، لایک کن، هر کار دیگه هم خواستی بکن، حتی زنگوله هم فعال کن. حالا اگه لایک و کامنت رو اینا کردی که دیگه بالاخره نظر لطفت عزیز. ایشونا رو میبینید ته کفه ایشونی که الان من برداشتم، این آقای شورت زن، این معروف به مؤدب ترین فایتر UFC. حالا اونی که ما دیدیم پشتش تو نداشت. چرا اینجا هست؟ وای جانم وای دلم برو. هر مشتی که میخواد بزنه جا خالی و یه مشت تو شکم. وای مشتای پیاپی که داره توسط این هر نوع کلیدی که دستم بیاد میذارم که داداش آروم. 5 میلیون پول دست هست. وای داغ شدیم. اینقدر بازی هیجانیه. بیا نزدیک، بیا اگر جرأتشو داری بیا. نه یا چی شد؟ بیا آقا بیا.
عجب اسکیلی زدی من نفهمیدم چی کار کردی یک خوابون توی نمیتونیم بدبخت بیچاره یه دونه دوستان یه دونه از طرف شما بزنم فکرشو بیارم پایین یه نزدیک وای صورت هم زخم شد نامرد شل کن وای چرا ناکوت نمیشه به خدا با داور هماهنگ کردی من هرچی میزنم نمیشه اون وقت تو با یکی حواست به استامینات باشه بهت بگم وقتی استامینات پایین باشه و یه مش بزنم دیگه داری خون میای از دست من دیگه ناکاوت رو بغل میکنه همین الان امکان داشت ناکاوت شه ولی نشد شرکت ای کلا نزن بابا دارم صحبت میکنم وای کل نیما دیگه نیما تکیدو وای دارم میرم بابا دیگه اصلا کل صورتت خون شده من کوش کل صورتت نگم خون شد از این اسکیلا میزنم تو صورتت وای اسکیل نزنم وای یا ها وای بابا صورتم یه دیگه چشام نمیبینه چشم پاکونو بزن پاکش اونا استامینوفر هم پایین وای دیگه از رو سینه و شکم و همه اینا خون داره میچکه سرازیر میشه وای نه بابا چرا نمیری من دارم دوستان فقط دفاع میکنم میخوام ببینم بحثش دیگه چیه بیا بهونه هایی که جا چی شد؟ دکتر فکر کنم میخواد بیاد تو بله دیگه میخواد بیاد منو چک کنه دیگه اصلا از سر میتونم بمونم ناخونت بار از خون شد دیگه کلا بنده گفت که داره میگه که میتونه مسابقه نام بره ولی باید بدونی نظر خودش چیه خودم هم میگم که بابا داداش اینا که چیزی نیست ما وقتی بچه بودیم تیراهن میرفت این ور از اون ورمون در میمد بازم ادامه نمیکنه این حتی یه لکه خونم روی بدن من نیست وای خالی میگی؟ خالی برعکسی دادم چرا نمیزنی میترسی؟ نمیتونی بزنی این فهمی نمیتونی حتی پاس هم نمیتونه بخوره بهت گفتم ناکاوت شد برنده بازی ایشون شد ببین اومدم پاش گیر کرد پشت پاش دیگه اصلا معلوم نبود این تقصیر ما پاش گیر کرد پشت آقا اصلا دیگه نمیتونست ببینه اینم راست میگه کلا هیچی ازش نگاه کن چروک شد وقتی پشت خورد خب برنده اصلا نه اصلا که نه میخواستم بگم جهان که اصلا خونه خب دیدید که بازی فینالو این برد این درخت میگن این و اینطوری شد که یه پایین بگن نگاه دست من والا کمربند UFC رو تماشا میکنید کمربند دست فینال دادن به این دست رو بر بالا دفاع کردم دلش خوش عفه شو چی داری میگی؟ عفاستم به دست و کمربند رو بستن دور شکمش مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید ممنونم حالا افسی که ما بردیم اینجا حالا 2 دست بردیم یه دست که فینال بود اون برد فقط فکر میکنه بچه پسر دیدی؟ سلطان فکره ایشون بچه دیدی پسر؟ خیلی ممنون که تماشا کردید این ویدیو خیلی ممنون ویدیوهای بعدی با ما همراه باشید خیلی ممنون متشکر
لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش و نشه زنگوله طلایی و تا یه ویدیوی دیگه خداحافظ بای بای.